وضعیت و حالت بفهمند که امام علی رحمانوف در حالت واقعا هم سکرات وزمین قرار دارد. در مقابل رحمانوف دیگر صبر کردن ما فایده دارد ندارد که او هر کدمت خودت بفهم دیگر. ولی رحمانوف در حالت سکرات مرگ قرار دارد. وضعیتش خیلی بد است. همه اون چیزایی که میبینید فعلا تا جایی که ما تحقیقات کردیم روز 16 هم، یعنی که ای وظیفه گرفت چند کسا و در وظیفه موند، اما این کرو یعنی که عکس هستند و فرمان های نوشته شده یا یکی آزاده هم امضاش میکنه، یعنی اما این چیزا همین است. رحمانوف یعنی که ممکن است ولی بخوای یعنی که خوب عجل در دست الله ای. ما بار دیگر میگم که ما انتظار مرگ رحمانوف نیستیم، ما میخوایم رحمانوف زنده بخوابیم تا اینکه یعنی که جواب بگه در نزد این ملت با اون همه جنایت هایی که انجام داده است. ولی خوب دیگر اون در دست الله است. وقتی اجل رسید یک دقیقه پیش خفا نمیتونه شده. خوب وقتی که وضعیت به همین است، پس ممکن است رحمانوف مرده باشه. بعضی بچه‌ها سوال میکنن رحمانوف چی گپ شده؟ ممکن رحمانوف مردگی ای، ولی منتظر هستن که چیکار کنن، چگونه وضعیت با کدام حالت بگیرن بران تغییر بدن. ولی ما نه تو باید چیکار کنیم، باید بفهمیم که در کدام وضعیت و حالت قرار داریم.